این نامه‌ها چی رو آشکار میکنه؟ دقیقاً. میدونی کوروش، نکته مهمش اینه که این نامه‌های خشک و خالی نیستن. خیلی وقتا پر از احساسات واقعی هن. یعنی شما بغض، خشم و یا حتی التماس رو هم میبینی. صدای مردم عادی، کسبه و حتی علما که از دردای خودشون میگفتن. یه جورایی پنجره‌ای به اون زمانه. خب بیایید شروع کنیم با دوران نادرشاه. دورانی که ایران دوباره متحد شد، اما انگار صدای مردم خیلی شنیده نمیشد. ببین دقیقاً، متاسفانه از خود متن نامه‌های اون دوره چیز زیادی دست ما نیست. اما منابع تاریخی، مثلا واقع‌نگاری‌های اون زمان به ما میگن مردم مخصوصا تو خراسان بعد از سرکوب بعضی شورش‌ها شروع کردن به نوشتن. شکایت میکردن از غارت خونه‌هاشون، از رفتارهای بد سربازای نادر، ولی خب این صداها انگار به جایی نمیرسید، بلکه بعضا نادر رو عصبانی‌تر هم میکرد. عجیبه واقعا. کسی که این همه تلاش کرد ایران رو یکپارچه کنه، چرا به مردم